تعجب نکنید، ما یک صورتیم با دو چهره. نیمی از من آسترولوژی، یه شخصیت پر از ادعا، بر پایه افسانه ها غیر قابل آزمون و آزمایش که با افسانه و فال و طالبینی و فریبکاری ترکیب شده و طوری از حرکت سیارات، چرخش ماه و جایگاه ستاره ها و تاثیر اونا میگه که انگار حال دل شما رو میفهمن و یا سرنوشتتون رو اونا تعیین میکنن. اما نیمه دیگه من آسترونومیه، دقیق، کنجکاو، منضبط و منطقی، سختگیر، بدون تعصب و صرفا در چارچوب علم. اینجا دیگه ستاره ها نه پیشگویی میکنن و نه به سنی بافن. نیمه دوم من با همه کمکاستیاش کاملا علمیه و صرفا با تلسکوپ، با داده های بروز و با تجربه و آزمون پذیری سر کار داره. ما از یک ریشه و هر دوی ما از آسمون اومدیم، اما یکیمون مسیر علم انتخاب کرد و دیگری باطلاق فرافر رو. اما آسترولوژی چیه؟ من رو با اسمهایی مثل ستاره بینی، طالع‌بینی یا حتی نجوم احکامی هم صدا میزنن. من یه باور قدیمی هم که ادعا میکنن جایگاه ستاره ها و سیارات در این فضای بیکران میتونه در زمان تولد شما روی شخصیتتون و سرنوشتتون تأثیر بگذاره. قرن هاست که آدم ها سراغم میان، از پادشاه ها گرفته تا سیاستمدارها و مردم دیگه. من قدمتی 1000 ساله دارم. ریشه هام برمیگرده به تمدن‌های باستانی مثل بابل، مصر، یونان، هند و چین. اون روزها علم و خرافه هنوز از هم جدا نشده بودن. واسه همین من به عنوان یک دانش شناخته می شدم. اونقدر قدیمی هم که حتی وقتی بشر هنوز نمیدونست خورشید یه ستاره است، زمین گرده و مرکز عالم نیست و یا میلیاردها کهکشان دیگه وجود داره، من داشتم ادعاهای خیلی خیلی بزرگ میکردم. این روزا شاید خیلی ها تو منو آخر مجله ها، توی قسمت فال، توی شبکه‌های اجتماعی و یا حتی توی برنامه‌های تلویزیونی دیدید. من ادعا میکنم که موقعیت سیارات و ستاره ها توی لحظه تولدتون میتونه شخصیت، رفتار و سرنوشتتون رو مشخص کنه. یه جوری ترکیبی جذابم از خالمیری، ادعاهای بزرگ که با کلی واژه پلمبه سلمبه و شیک مثل انرژی های کیهانی، ترازبندی سیارات، آکواریوس، چرخه زودیاک، هوروسکوپ، پلوتون، قمر در ابرم و چیزهای دیگه ترکیب شدن. من هزاران سال پیش توی آسمون تاریک و پر از ستاره توی ذهن شما متولد شدم. هزاران سال پیش انسان‌ها شب‌ها همیشه به آسمون نگاه می‌کردن. اون موقع نه تلویزیونی بود، نه ابزارهای سرگرمی امروزای شما. اون زمان آسمون پر از شگفتی‌هایی بود که باعث حیرت می‌شد
و گاهیم باعث وحشت. آسمونی که هنوز از آلودگی نوری شهرهای شما و نورهای مصنوعی خونه ها، ماشینا، تیرهای چراغ برق دور بود و میشد کهکشانها، ستاره‌های دنباله‌دار و سیاراتی که در حال حرکت بودن رو به وضوح و به راحتی دید. برای اونا این آسمون صاف پر از رازهای ناشناخته بود و هر چیزی که می‌دیدن برای اونا دنیایی از پرسش‌ها و کنجکاوی‌های بی‌پایان رو به همراه داشت. زمانی که نه علمی وجود داشت، نه ابزاری برای رصد آسمون، ولی انسان همیشه نیاز به پاسخ و یا یک معنی برای پدیده‌های اطرافش داشت. و اینطور شد که من در تنهایی و ترس و سوالات بی‌پاسخ شما خلق شدم. اون زمانها آدمها آسمون رو نگاه می‌کردن و فکر می‌کردن اتفاقات روی زمین با حرکات ستاره‌ها و سیارات رابطه‌ای داره. انسان همیشه از نادانسته‌ها می‌ترسید و نیاز به جوابایی داشت آروم‌تر شه. برای اونا کم کم هر نوری در آسمون میتونست یه نشانه‌ای باشه از اتفاقی که در آینده میفته و ناخودآگاه مغز تلاش میکنه بین یک چیز بی ربط و یک اتفاق ارتباط ایجاد کنه. کم کم همین تصور باعث شد که با دیدن یک ستاره، یه سیاره، یه شاهسنگ، دیدن ماه، کسوف یا هر پدیده آسمونی پاسخی برای آینده نامعلوم پیدا کنن تا بتونن حس امنیت و آرامش داشته باشن. آیا باران میباره؟ آیا این فصل محصول خوبی داریم تا زمستون رو بگذرونیم؟ آیا بیماری من خوب میشه؟ آیا قبیله دشمن از راه میرسه؟ آیا زمین حاصلخیز میمونه؟ آیا باید کوچ کنیم یا بمونیم؟ آیا کودک بیمارم زنده میمونه؟ من براشون حکم تقویم، نقشه، پیشگویی و هشدار رو داشتم. اگر از من بپرسی که آیا انسان‌ها در اشتباه بودن، من میگم بله، اما اونا حق داشتن و کسی نمیتونه اونا برای اون تصورات عجیبشون سرزنش کنه. وقتی نه علمی بود نه پاسخ درستی برای ناشناخته هاشون، اونا فقط نمیدونستن، ابزاری نداشتن، دانشی نداشتن و من بهترین حدس اون دوران بودم. اما الان دنیای شما فرق کرده. امروز شما تلسکوپ دارید، فضاپیما، داده‌های کامپیوتری، هوش مصنوعی، پیشبینی هواشناسی، روانشناسی، پزشکی، اقتصاد و هزاران ابزار علمی دیگه. شما دیگه نیازی به من ندارید. با این حال هنوز گاهی شما رو وسوسه میکنم، چون آسترولوژی هنوز یه نوستالژیه، چون من ساده‌ام، چون معنا میدم حتی اگر اشتباه باشم و این برای شما خیلی مهم و خوشاینده. من تکه‌ای از گذشته انسانم، گذشته مادران و پدران شما، اما جای من در گذشته بوده، نه در تصمیم‌های امروزتون. اما نیمه دوم من یعنی آسترونومی چیه؟ آسترونومی همون علم ستاره شناسی یا نجوم هستش. اینجا دیگه کار من مطالعه پدیده ها و اجسام آسمانی مثل ستارگان، سیارات، کهکشان ها و بقیه اجرام کیهانیه.
همه این کارا رو با کمک ابزارهای پیشرفته مثل تلسکوپ ها و رصدخانه‌های فوق مدرن انجام میدم. این کار رو با بررسی دلیل قوانین گرانش، خواص فیزیکی ذرات میکنم تا شما به یک درک عمیق‌تر از ساختار و قوانین حاکم بر جهان هستی برسید. هر دوی ما یعنی استرولوژی و آسترونومی یه زمانی با هم بودیم، ولی راهمون از حدود 400 سال پیش بعد از ظهور انقلاب علمی کم کم به طور کلی جدا شد. استرولوژی موند توی حدس و گمان و استرونومی رفت سراغ واقعیت‌های فیزیکی جهان، مثل چگالی سیارات، جرم ستاره ها، حرکت اجرام آسمانی و دیگه هیچ وقت ادعا نکرد مریخ قرار حال روی تو رو بهتر کنه. یه زمانی با هم بودیم، با هم به آسمون نگاه میکردیم، با هم ستاره ها رو رصد میکردیم، با هم میگفتیم که آسمون قراره چی بهمون بگه، ولی بعدش استرونومی رفت سراغ علم و استرولوژی موند توی خیالات. استرونومی شد ببینیم ستاره ها چی هستن، استرولوژی شد ببینیم ستاره ها چی میگن. استرونومی داره با تلسکوپ های فضایی جهان رو رصد میکنه، اندازه گیری میکنه، مدل میسازه و میره دنبال منشأ کیهان و همه این کارا رو با روشمندی علمی انجام میده. اما استرولوژی هنوز داره به ماه کامل نگاه میکنه و برای یک آدم آبانی مینویسه که ماه تولدش آیا به یک متولد شهریور میخوره؟ استرونومی دنبال حقیقت‌های بیرونیه، اما استرولوژی دنبال احساسات درونی. استرونومی صرفاً تلاش میکنه دنبال واقعیت باشه، اما استرولوژی دنبال تفسیر و حرف و ادعاست. استرونومی میگه زحل یه سیاره گازی با حلقه های یخه. استرولوژی میگه اگه زحل وارد چارت خونه هشتم بشه یعنی روبرو شدن با ترس ها، تحول عمیق درونی، چالش توی امور مالی و 10 تا تقصیر دیگه. سیاره زحل بیچاره شده نماد ساختار، محدودیت، مسئولیت، ترس و بلوغ. استرونومی قبول داره که چیزهایی که نمیدونه هنوز خیلی زیاده. استرولوژی همیشه جواب داره، حتی اگه هیچ مدرکی براش نداشته باشه. استرونومی مقاله علمی می‌نویسه، استرولوژی فایل می‌نویسه. استرونومی داره تحلیل داده‌ها رو انجام میده، استرولوژی تحلیل احساسات. نمایندگان استرولوژی در دنیای امروز اغلب آدم‌های فرصت طلب، دروغگو، سوء استفاده‌گر که با وعده‌های توخالی و تکیه بر خرافه ذهن بقیه رو آلوده و آینده اونا رو به بازی میگیرن. اونا به جای ترویج دانش سردرگمی میسازن، به جای نزدیک کردن انسان‌ها و حقیقت اونا رو توی توهم نگه میدارن. در مقابل نمایندگان استرونومی، کیهانشناس، فیزیکدان، صدها دانشمند بزرگ و مروجین علم هستند که عمرشون رو صرف کشف حقیقت‌های واقعی این جهان کرد.